سلام دوستان عزیز، به کانال اخبار جنگ خوش اومدید. در این برنامه به معرفی پهپادهای ایرانی که احتمال داره علیه اسرائیل استفاده بشن میپردازیم. با ما باشید. در اواسط دهه 80 میلادی ایران به هواپیماهای بدون سرنشین یا همون پهپاد علاقه نشون داد. ایران اولین بار در سال 1985 پهپادها رو با مهاجر 1 و ابابیل 1 آزمایش کرد. این پهپادها از مواضع عراقی‌ها پشت سنگرهای خط مقدم جاسوسی می‌کردن و عکس می‌گرفتن. سال 1988 استراتژیستای ایرانی متوجه شدن که پهپادها میتونن نقش کلیدی در جنگ‌های امروزی داشته باشن و به طور جدی‌تر پیگیر حوزه پهپادی شدن. بعد از اون بود که ایران سرمایه‌گذاری هنگفتی رو روی پهپادها آغاز کرد و امروز کار به جایی رسیده که ایران در زمینه پهپادی در جهان حرفی برای گفتن داره. حالا بریم سراغ معرفی مشهورترین پهپادهای ایرانی که احتمالاً اسم چند تاشون رو شنیدین. پهپاد شاهد 136. شاهد 136 یک پهپاد انتحاریه، یعنی مستقیما خودش میره به هدف برخورد میکنه. طول این پهپاد 3.5 متر، وزنش 200 کیلوگرم و حد اکثر سرعتش 185 کیلومتر بر ساعته. طراحی این پهپاد توسط صنایع هوایی شاهد انجام شده، اما شرکت سازنده اون هواپیماسازی ایران یا حسا هست. قیمت این پهپاد طبق برآوردهای مختلف از 10 تا 50 هزار دلار برای هر فروند تخمین زده شده. پهپادی که یکی از ارزان‌ترین پهپادهای انتحاری جهانه. پهپاد شاهد 136 جمهوری اسلامی ایران که تا همین 4 سال پیش کاملا ناشناخته بود، امروزه به پای ثابت جنگ‌ها در نقاط مختلف دنیا تبدیل شده و در حمله وعده صادق یک جمهوری اسلامی ایران به اسرائیل 10 ها فروند از اون به کار گرفته شد. روسیه هم از همون ابتدای تهاجم نظامی به اوکراین در فوریه سال 2022 از این پهپاد در حمله‌های گوناگون خودش بهره برد و حتی ویرایش روسیه این پهپاد رو تولید کرد. پهپاد شاهد به خاطر سرعت و ارتفاع کمش ممکنه بعضی وقتا هدف راحتی باشه، اما چیزی که نتیجه ها رو تغییر میده سرعت این پهپاد نیست، بلکه پروازشون در دسته‌های چند تاییه. برای مثال استفاده 10 ها و یا حتی 100 ها فروند از این پهپادهای ارزون قیمت میتونه سامانه‌های پدافندی میلیارد دلاری رو اشباع کنه. در این صورت با توجه به توانایی این پهپادها در حمل 50 کیلوگرم مواد منفجره و با وزن مجموع 200 کیلوگرمی اونها، عبور تنها یک پهپاد از سپر پدافند هوایی میتونه آسیب مورد نظر رو به مواضع دشمن وارد کنه. نقطه قوت دیگه این پهپادها برد اوناست. شاهد 136 به دلیل سرعت پایین مصرف سوخت کمی داره. همین امر به اون اجازه پیمودن مسافت‌های طولانی رو میده. بنابر تخمین سازمان‌های اطلاعاتی غربی و بسته به تنظیمات پهپادها، اونا میتونن به اهدافی در فاصله 1500 تا 2500 کیلومتر از نقطه پرتاب حمله کنن. پهپاد کرار. پهپاد کرار یک پهپاد چند منظوره ایرانی با موتور توربوجت بوده که در خدمت بسیاری از یگانها و رده‌های نظامی ارتش و سپاه قرار گرفته، به گونه‌ای که اولین تجربه ایران در ساخت پهپاد با پیشرانه جت و نیز اولین پهپاد رزمی ایران با قابلیت حمل طیف وسیع از انواع تسلیحات رو داره. تا به امروز 4 نسل از پهپاد کرار شامل انتحاری، ضد زیردریایی، رهگیر هوایی و حامل موشک معرفی شده که تفاوت‌های مختصری با هم دارن. همه انواع پهپاد کرار با استفاده از پرتابگر ریلی و شتاب دهنده سوخت جامد پرتاب شده و شیوه فرود اونا نیز با چتر و کیسه هواست. کرار پهپادی با بدنه استوانه‌ای شکله. بال پهپاد کرار در پایین بدنه نصب شده و یک موتور توربوجت در انتهای بدنه که ورودی هوای اونم در بالا قرار گرفته و دم این پهپاد به شکل حرف اچ انگلیسیه. این پهپاد ایرانی سرعتی در حدود 900 کیلومتر بر ساعت داره. بردش هم بیش از 1000 کیلومتره. سقف پروازی یا ارتفاع پروازی این پهپاد 7.5 کیلومتر الی 13 کیلومتر و قادر میزان محموله جنگی تا 250 کیلوگرم بمب یا موشک رو با خودش حمل کنه و با نزدیک شدن به هدف محمولش رو رها کنه. شاهد 238. شاهد 238 یک پهپاد انتحاری توربوجت ساخت ایرانه که در نمایشگاه نوامبر 2023 سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به نمایش در اومد. در سپتامبر 2023 یه پیشنمایش از یه مستند ایرانی در مورد توسعه هواپیماهای بدون سرنشین ایران وجود نسخه شاهد 136 اما با موتور جت رو فاش کرد.
این پهپاد جدید یا همون شاهد 238 در نوامبر 2023 در نمایشگاه دستاوردهای هوافضا که توسط سپاه پاسداران برگزار شد رونمایی شد. از این پهپاد 3 مدل در یک طرح رنگ مشکی نمایش داده شد، اما هیچ اطلاعاتی از این که این یک ماده جاذب رادار است یا فقط یک طرح رنگی برای ناشناس ماندن در عملیات شبانه است در دسترس نیست. در مقایسه با شاهد 136 که پروانه محور آن با سرعتی در حدود 180 کیلومتر بر ساعت می‌رسید، شاهد 238 با موتور میکرو توربوجت 896 یا طلوع 10 میتونه به سرعت 500 کیلومتر بر ساعت برسه. پهپاد آرش. پهپاد انتحاری آرش 2 با برد 2000 کیلومتر به عنوان دوربردترین پهپاد انتحاری در جهان محسوب میشه. نمونه کوچکتری از این پهپاد با عنوان آرش 1 با بردی معادل 150 کیلومتر که برای حمله به اهداف نزدیک در میدان نبرد طراحی شده. در واقع پهپاد انتحاری آرش 2 نسخه ارتقا و بهبود یافته آرش 1. پهپاد آرش 2 اولین بار در رزمایش پهپادی ارتش در 18 دی ماه 1399 رونمایی و استفاده شد. در این رزمایش این پهپاد از سواحل مکران پرتاب شد و بعد از طی مسافتی در حدود 1400 کیلومتر هدف خود را در منطقه عمومی رزمایش در استان سمنان در مرکز ایران مورد هدف قرار داد. فرمانده نیروی زمینی ارتش در مصاحبه‌ای در خصوص آرش 2 صریحاً گفته ما این پهپاد را برای تهاجم به حیفا و تل‌آویو در نظر گرفته ایم. این بود بعضی از مهمترین پهپادهای دوربرد و انتحاری ایران که احتمالاً در حمله آینده به اسرائیل مورد استفاده قرار بگیرند. ممنون از اینکه تا این لحظه با ما بودید. اگه اطلاعات خوبی از پهپادهای ایران دارید حتما تو کامنت ها برامون بگید. برای شنیدن مهمترین اخبار مربوط به جنگ‌های جهان هم حتما کانال ما رو دنبال کنید.